نشست مذاکرات صلح میان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول. پس از 3 روز مذاکرات بی‌نتیجه در استانبول با میانجیگری قطر و ترکیه، روابط پرتنش میان حکومت طالبان و دولت پاکستان بار دیگر به نقطه جوش رسید. طالبان لحظاتی پیش هشدار داد که در صورت تکرار تجاوزات هوایی از سوی دولت پاکستان، این بار پایتخت آن کشور اسلام آباد را هدف حملات خود قرار خواهد داد. تهدیدی بی سابقه که میتواند آتش یک جنگ تمام عیار را در منطقه شعله‌ور کند. این تهدید در حالی مطرح می شود که منابع پاکستان هم در واکنش اعلام کردند تمامی مواضع طالبان پاکستان یا همان TTP در خاک افغانستان پس از این اهداف مشروع نظامی تلقی می شود و ارتش پاکستان هر زمان ممکن است برای نابودی آنان وارد اقدام نظامی شود. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که تنها 2 هفته از پایان موقتی تنش‌ها میان 2 کشور می گذرد، تنشی که با وساطت کشورهای قطر و ترکیه برای مدتی فروکش کرده بود، اما اکنون بار دیگر با شکست گفتگوها در نشست استانبول و عدم پذیرش شرایط پیشنهادی از سوی طرفین، خطر درگیری مستقیم و تمام عیار را به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسانده است. منابع نزدیک به مذاکرات میگویند که 2 طرف هیچ یک حاضر به امتیازدهی در مسائل کلیدی به ویژه درباره حضور و فعالیت طالبان پاکستانی در مناطق مرزی افغانستان نبودند و اکنون فضای سیاسی و امنیتی میان کابل و اسلام آباد وارد مرحله بی سابقه از تنش شده است. یک بار دیگر